دست انداختم درخت را رفت. رفتم جلو دوباره دست انداختم میوه رو بچینم باز درخت را رفت. خوب نگاه کردم دیدم یک حیوانی انگار کلش اینجوری برگردونده من نگاه میکنه. رفتم جلو الف پلفا رو زدم کنار، خارخشاک زدم کنار، دیدم سلام و عرض ادب و ارادت. من و حاج خانم تیم گرفتیم دو نفری قراره امروز یک غذای باحالی درست کنیم. اول از همه ما میریم از تو باغچه یه سری سبزی میکنیم. سبزیجاتی هستن که اینا سبزیجات وحشی هن. اما ما اینا رو تو مزرعه‌مون هم پرورش میدیم. من توی اون کانال باغبونی قراره همین روزا روش پرورششون رو آموزش بدم. در کل هر چیز سبزی که وجود داره در دنیا من اکثرشم اینجا دارم و معمولا میدونم که شما بهش نیاز پیدا میکنید و کاربرد داره. من اونجا آموزش میدم که چطور اونو بکارید و خداییشم من دلم میخواد اصلا تو یه ویدیو کلا هر چی بلدم و یه سه سوت به همتون یاد بدم کلگو کارو بکنم، اما نمیشه، اینطوری نیست، شدنی نیست. هر کدوم از اینا داستان خودشو دارن، هر کدوم از اینا روش پرورشش و فصل کاشتش و کلی ماجرا داره که با هم دیگه فرق میکنه و منم نمیتونم سریعتر از این ویدیو بسازم. یه روز در میان خلاصه یه ویدیو درست میکنم از یه موضوعی که فکر میکنم واجب تره که اون روز اون کار رو انجام بدم. اون ویدیو رو تقدیم شما میکنم. خب امروز هم قراره که ما کباب ترش درست کنیم، کباب ترش گیلانی درست کنیم به همون سبک و روشی که ما خودمون درست میکردیم تو رستوران و خیلی هم طرفدار داشت و اینا. ما با همون سبک میخوایم امروز برای شما کباب ترش درست بکنیم و به شما نشون بدیم که چطوری میتونید این کار رو انجام بدید. ویدیو رو تا انتها ببینید و این دستور تهیه رو از دست ندید. این گیاه و گیلانی ها خوب میشناسن، اسمش هست چوچاق. فوق العاده معطر و خوش‌طعمه، یعنی اینو به سنگ بزنی خوشمزه میشه. ما اینو تو چند تا خورشت استفاده میکنیم، مثل کولی قرابیچ که مهمترینشونه. تو مرغ و ماهی شکمپر و اینطور چیزایی که قراره توی شکمشون رو پر بکنیم توی اونا هم حتما استفاده میکنیم. این یکی از اصلی ترین چیزاییه که برای کباب ترش هم شما لازمه اینو داشته باشید. نعنا هم که معرف حضور شما هست، اینم قراره تو ماست بورانی بریزیم. امروز ماست بورانی هم داریم. تو همین چیز هم میریزیم کباب، توی کباب هم میریزیم. بله. به به بهار شد و این گلا هم در اومدن.
هم گیشنیز میریزیم. بادرنج بوی است، ما بهش میگیم باران بو. بیچاره رو باد زدن دختر. نکن تکونش نده، همونطوری اونقدر زنده میمونه که بذرشو بگیره. اینم خالواش یا کاکوتی، کوتکوته اینا بهش میگن. در واقع از خانواده آویشن ها هستیم. خب اینو سب گردو اون چاقو کوچولو هم بده، چاقو رو داری استفاده می‌کنی. چاقو چی میخوای؟ فلفل سیاه اینا رو میخوای؟ آره اونم بسابم باش. دیگه چی میخوای؟ دیگه همینا دیگه. رب و اینا رو میخوای؟ آره بقاطی کنیم باش. گلپر و رب و گلپر و اینا. نمک و فلفل. دیگه چی میخوای؟ دیگه پیاز. پیاز چند تا؟ یکی بسته؟ آره یکی بسته. البته اون موقع میخواستن گوشت خورد کنن، هم پدر من هم پدر بزرگ من اینا گوشت خورد میکردن، این چاقو رو میذاشتن لای پاشون، لای انگشتشون، بعد با دستشون اینطوری گوشت رو خورد میکردن. اکثرا یه چاقوی کوچیک اینجوری داره. آره یه چاقوی کوچیک بود. تاشو. آره با اون چاقوی کوچیک اون شکلی گوشت رو خورد میکردن. اینطوری تخته و ایران نبود. علم پیشرفت. ما برای کباب گوشت راسته رو همونطوری با چربیش خورد میکنیم و سعی میکنیم خیلی چربیش رو نگیریم. گوشتم که کلا میگیرید برای کباب بذارید یه دو روز توی یخچال بمونه. گوشت یکی دو روز که میمونه خودش بیات میشه و نرم میشه، دیگه نیاز نیست که چیز خاصی بهش اضافه بکنید واسه نرم شدن گوشت. با مولینیکس و غذاساز هم میشه اینا این شکلی آره درست کرد. دیگه ما به روش سنتیش کردیم، وگرنه با مولینکس چرخ گوشت باید نمیشه. سبزی هایی که توش ریختیم چی بود؟ چوچاق بود، نعنا بود، خالواش بود، بعد بارانبو بود، گیشنیز و هم چوچاق دیگه. چوچاق گفتم یه بار. آره چوچاق گفتی، یه چیزی رو نه. خالیواش رو گفتی. آره خالواش هم. سبزی های معطر. آره اگه انار ترش داشته باشید خود انار ترش رو بریزید که خیلی خوبه. آره همینجوری بسابیم. و سیرم باید بریز. آره من اضافه بکنید اندازه برای 1 کیلو گوشت 2 قاشق ماست حداقل بزنید. اگه از این ماستای محلی خوشمزه دارید 2 قاشق هم بخورید. این مواد کلش رو اضافه میکنم، تقریبا اندازه 4 قاشق 5 قاشق شده. خب سماق بهش بزنید. یه قاشق چایخوری
سماق بهش میزنم. اندازه نصف قاشق چای خوری هم گلپر بهش بزنید. یه قاشق چای خوری هم نمک بهش بزنید. رب انار یا رب آلوچه، یک قاشق تا 2 قاشق، اونم بستگی به سلیقه خودتونه. من 2 قاشق رو میزنم. یعنی اصلا برای خودم هم عجیبه. من حتی خاطرات برای شاید خیلیاتون باور نکنید، مگر اینکه بین شما این مدلی باشه کسی. من خاطرهایی یادم میاد که مربوط میشه به سن 2 سالگی من، 3 سالگی من. خاطرهای خیلی میشه گفت خیلی واضح نیستن، ولی یه صحنه هایی از یه اتفاقات مهم یادم میمونه. خاطراتی که از سن 7 سالگی به بعد که دارم اونا دیگه همه واضح و فراوون، خیلی زیاد خاطره دارم. الان من دیدم شما دوست داشتید، قراره که کم کم تعریفم بکنم براتون. یه خورده از استاد ازلی میگم، داستانهای تخیلی استاد ازلی، یه خورده هم داستانهای واقعی خودمو میگم. البته خیلی خاطراتی هم دارم که اصلا تعریف نمی کنم، چون که اصلا باور کردنی نیستن. یه ماجراهای عجیب، خیلی عجیب. خب کبابمون آماده شد. اینو به این شکلی که الان من آماده کردم میتونید چند ساعت دیگه سیخ بکشید. میتونید هم 1-2 روز نگه دارید اینو سیخ بکشید. اگه توش کیوی یا انجیر ریختید، گوشتتون سفت بود، به گوشت سفت یه خورده انجیرم رنده کنید، انجیر کال بزنید نرم میشه، یا یه مقدار کیوی. در اون صورت بایستی اینو همون روز بخورید دیگه، نذارید بمونه که خیلی نرم بشه. داغی راحت‌تر پوستش کنده میشه. بهتر اینه که اینو بعد این که پوستشو کندین بذاره فریزر یخ بزنه، بعد اون یخ زده رو یا نیمه منجمدش رو با رنده این رنده بکنید، باش ماست برانی درست کنید. اون شکلی خیلی خوشمزه تر میشه. بادمجون یخ زده عالی میشه که با برانی. خب حالا خوبه که بریم کم کم سراغ کی؟ استاد ازلی. این برانی درست کردن رو تقریبا شما شیطون بلاها همتون بلدین. بعضیاتون که مامانی هستین از منم خیلی بهترم بلدید، مطمئنم. خب از هر چی بگذاریم از استاد ازلی نمیشه گذشت. استاد ازلی خونه نشسته بود، اومدن صداش کردن، گفتن استاد ازلی چه نشسته ای بی خبر که پشت خونه یه درخت ازگیل هست. ببین ازگیل ما گیلانی ها
یه میوه داریم قهوه‌ای رنگه که نرم میشه، از خانواده سیبه. این از خانواده سیب و زلزله، اینا کلا همشون یه خانواده هن. ما بهش میگیم کنوس. مازندرانی ها یا بعضی از گیلانی ها بهش میگن کندس. اسمش تو ایران کلا کندسه. حالا یه سری هم بهش میگن ازگیل، اما ازگیل هم درسته براش. مثل یکی از این دوستای ما، فامیلای ما گرفته بود تهران، میخواست کلاس بذاره، اونجا رفته بود کنوس دیده بود، براش تعجب بود، فکر میگرد کنوس فقط اینجا تو گیلان از تهران دیگه کنوس نیست. رفته بود اونجا سوال کرده بود آقا ببخشید این کنوس کیلو چنده؟ الان جریان ماه. خلاصه استاد ازلی خبر دادن، استاد ازلی پشت خونه تو یه درخت کنوس هست. چی کنوس؟ میوه داره. چی میوه؟ اصلا بار باورده آتش شرشه بکنه، یعنی اصلا درخت خم شده اینقدر میوه داره. استاد ازلی میگه نه ما اصلا پشت خونه ما درخت کنوس نداشتم. کنوس چیست آقا؟ ما درخت میخانه خبرمون نرم تو داری؟ بگو آها جان استاد ازلی پریروزن همسایش بهش داشت میگفت پریروزن ما اون رو گرشیم. بعد میدونید که ما گیلانی ها کلن با افتخار خونه همون در پیکر درست حسابی نداره. الان اینجا میبینی اصلا دیوار پیوار اصلا در، اگه در خونه من دیدی تو ویدیوهای قبلی یه آهن خم کردیم میندازیم اون تو، اون قفلشه. بعد جالب همونه اون قفلش که یه آهنی که میندازیم پشتش اونو فقط شبا میندازیم، بس تو پا میشیم میریم نونوایی این در دیگه باز میکنیم، این در باز اینطوری تا شب که میخوایم بخوابیم. کلا خونه های قدیمی گیلان همه اینطوری بود. الان هم خیلی از خونه ها هنوزم اینطوریه. همسایه ها میخوان برن خونه خودشون، میان از توی خونه آدم رد میشن میرن خونه خودشون. گیلانی هایی که الان اینجا میبینن ما رو، که خارج از کشور باشه یا داخل کشور، میدونن این شکلیه. بس طبیعی و جالب اینه تو یه کامنتی یک نفر برام نوشته، همین امروز هم نوشته، این استاد ازلی یک پیرمرد است میخواهد نظر دیگران را به خود جلب کند. خالیبندی یکی از خصایص گیلانیان است، رشتیان است. آره جون دل بگو، گیلانیان خیلی خصایص دیگه دارن. یکی دیگه از خصایص گیلانیان اینه که از وقتی یه بچهشون به دنیا میاد به دختراشون، دختر بچه هاشون بها میدن، به دختراشون همه چیز یاد میدن. دخترشون لنگ شوهرش نیست. همین مینا جانی که میبینی اینجا، ما همون رستورانی که این قصر اون رستوران پوز میدیم، اون رستوران اصلا برای مینا بود. مینا رستوران داشت. من میرفتم ماهیگیری، میرفتم سر کار کشاورزی خودمو ول نکردم هیچ وقتی. رستوران مینا داشت. مینا کارهای دیگه هم بلده، خیاطی بلده، آرشگری بلده. نه مینا بیشتر دخترای گیلان این شکلی هن. یعنی شوهرشون به هر علتی نباشه این زن نیازی به مرد دیگه ای نداره، برای خودش 10 تا مرده. توی مغازه رستوران هم که بود، اگر براش مشکلی هم پیش می اومد که این همه مدت هم پیشم نیومد، بیرون در یه سوت میزد کل محل آماده باش. با جالب اینه بعضی از همین نظر دهنده های خیلی نظر بده تا خیلی چند وقت پیش میگفتن گیلانی ها بی غیرتن. نه اصلا اینطوری نیست. تو همین رشت توی گیلان به دخترشون بگی بالای چشم تو ابرو خشته که طرفو میکنن، ولی دختراشون زناشون آزادن، برای خودشون برن کار بکنن، میخوان برن گردش، برن خرید، برای خودشون میرن. اینو گفتم برای اون کسی که گفت خالیبندی خصیصه گیلانی ها خیلی خصایص دیگه دارن. اولین مدرسه دخترانه توی ایران هم توی رشت بود و خیلی چیزای دیگه که الان من اگر بگم شما میگین میخواد پوز بده که گیلانی، بله پوزم میدم با افتخار. من یه رشتی گیلانی گیلمردم و عاشق این آب و خاک، نه گیلان، ایران، آب و خاک ایران. و این ظاهر روستایی من شما رو گول نزنه. همین الان خانواده من همه آلمان زندگی میکنن. من عاشق اینجام و اینجا موندم و
عاشق شما هم هستم و اینجا داستانای استاد عزیزی رو براتون تعریف میکنم. خودم و استاد عزیزی رو مشنگ جلوه میدم که همتون بخندین، حالش رو ببرین و افتخار میکنم اگه هر کدوم شما بخندین و توی کامنت هم به من بگین دمت گرم که داستانت باحال بود، ما خندیدیم، عشق کردیم. عشق بکنید. فقط هدف از اینجا بودن من با شما همینه، یه ساعتی با هم خوش باشیم و عشق بکنیم تو این وضعیتی که حاکمان سرزمینمون به هر دلیلی سعی میکنن زندگی رو به ملت تنگ بگیرن و کوفتشون کنن. خب شیمی جان قربان، شیمی بلا می سر، بریم بر سر استاد عزیزی. من فارسی اینا رو تعریف میکنم برای شما، با این لهجه مشنگانه هم تعریف میکنم، شما بخندین. خلاصه استاد عزیزی همسایش گفت که استاد عزیزی این پشت خونه تو من دیدم ره، من چیدم، من کنوس چی کنوس اصلا پلا پنبه. استاد عزیزی شک به دلش افتاد، حرکت کرد رفت که کنوس بچینه. الان اینو که وقتی برگشت سراسیمه برگشت داره تعریف میکنه برای بچه ها و همسایه که توی خونه شه. من رفتم اونجا پشت خانه دیدم بله درخت کنوس، چی کنوس، رفتم جلو دست انداختم بچینم، درخت را رفت. باد بزنه من تش باد میده. خلاصه من با یه فوتم کارمو را بندازم. جریان فوت زدن مادرم یادم اومد. اون موقع برای پلو ملو پختن اما آتیش میگردم دیگه. بعد مادرم هم تازه ازدواج کرده بود، خونه پدر بزرگم اونا زمین کشاورزی شالیکاری زیاد داشتن. موقع بهارم که میشد کلی کارگر اینا داشتن، همه میرفتن سر زمین. مادرم هم خیلی کم سن بود، اینا اونجا خونه گذاشته بودن با برنج و با آتیش که براشون غذا درست کنه. خلاصه ببخشید مادر بزرگم اینا غذا رو درست میکنن میرن، مادرمو اونجا میذارن با آتیش و با قابلمه ای که آب گرم بکنه که اونا شب میان خونه غروب میان همون بکنن. اینم بلد نبود چجوری فوت بکنه. اونا با یه نی زیر آتیش فوت میکردن که آتیش را بیفته، آتیش بگیره. این رفته بود اونجا وایستاده بود فوت کرده بود. بعد شب که باردارم بود، موقع شب اومده بودن همه دیدن این صورتش همه باد کرده بود، اینقدر که فوت کرده بود. خلاصه استاد عزیزی رفت درخت را میره، عزیزی میگه دست انداختم درخت را رفت. رفتم جلو دوباره دست انداختم میبره بچینم، باز درخت را رفت. خوب نگاه کردم دیدم یک حیوانی انگار کلش اینجوری برگردونده من نگاه میکنه. رفتم جلو الف پلفا رو زدم کنار، خارخشاک زدم کنار، دیدم یه گراز بیچاره، یه گراز دیدم میگه شناختم. این گراز میگه دیدم شناختم. میگه پاییزی رفته بودم نیزار نی ببرم، تازه داست منم بهش دنبه زده بودم، دسته زده بودم به این دسته هم از جنس کنوس پاییز بود. اینا رو قشنگ با هم جور در میاره. اینو میخوای قلمه بزنی باید پاییز بزنی. میگه پاییزی رفته بودم نیزار نی ببرم، این دستم تازه دسته زده بودم، دستشم کنوس، چی کنوس دسته زدم. رفتم اونجا داشتم نی میبریدم، از توی نی صدای شنیدم اینجوری صدا داد، یون دیدم خوک گراز میگم خوک بود، آواز با ما میطرف با ما مرا بزنه، دست تاودم. یعنی دست میگه انداختم خورد به پشت این خوک، دست اونجا چسبید، این خوک فرار کرد رفت. میگه این دشت میرفت من اینجا رخشه نگفته مرا، یعنی من برای من عدا در آورد، یعنی تو من زدی هیچی نشد. این دست میگه اونجا موند، این شاخه نیست تازه بود، همونجا ریشه میده، پشت این حیوان ریشه میده، همونجا میشه درخت. این درخت دیگه بزرگ میشه، میوه میاره، سنگینی میکنه. این حیوان هم غرور داشت، نمیتونست بیاد بگه که استاد عزیزی تو اینه در بیاد. این میاد همینجا پشت خونه همینجا میمونه، یه مدت میمونه، این درخت بزرگ میشه، همسایه میبینه درخت میوه داره، به استاد عزیزی میگه من دلم برای حیوان سوخت،
خلاصه این داس وقتی که کندم گفت استاد علی تو من راحت کردی. خلاصه میگه همون بر رفت دعا میکرد داشت میرفت. این داستان کنستار استاد علی. استاد علی داستانهای بالدری هم داره و من در هفته های آینده براتون بازم تعریف میکنم. یعنی اگر کباب ترش هم تا حالا شما نخوردید این کباب ترش رو درست بکنید بخورید که این یک چیز دیگری است. کباب هم سعی بکنید قبل از اینکه بذارید روی آتیش زغال و حسابی باد بزنید، بعد دیگه کباب رو روش میذارید دیگه باد نزنید، بذارید آروم آروم با حرارتش اینطوری بپزه. و اینکه 300 بارم کباب رو نچرخونید، همین یه بار بذارید یه طرفش وقتی پخت اینو برگردونید. این قلقشه چون این موادی که روش مالیدیم موادی که خیسه هنوز، باید یه مقداری آروم آروم بپزه تا اول اون آبش خشک بشه، بعد کبابم بپزه و آبدار و خوشمزه باشه. اشبل ماهی دودی هم تقریبا همون مزه اشبل ماهی شور رو داره، با این تفاوت که بعد از اینکه ماهی رو شورش میکنن، بعد از نمکسود کردن ماهی رو توی اتاقکای میذارن دودی هم میکننش. این یه چاشنی پرطرفدار و مقویه، مخصوصا توی فصل بهار که فصل کارم هست از این نمیشه گذشت. به من راه بدهید. یعنی خود این اشبل خالی با پلو، یعنی اشبل و گردو با باقالی با پلو، این خودش یک با پیاز اصلا فوق‌العاده. من برای من که عاشق اشبلم. و جالب اینه این غذایی که تعریف کردم اشبل و پلو با گردو و پیاز، این صبحونه صبحانه گیلانیه. کیا باش خاطره دارن؟ هر کی خاطره داره بیاد تو کامنت ها. اصلا شمالی غیر ممکنه باش خاطره نداشته باشه. همه شمالی ها با اشبال پلو خاطره دارن، مخصوصا اونایی که بجار کار نمی‌کردن دیگه بیشتر. کیا با غینار خاطره دارن؟ غینار خوره دستا بالا. هر وقت دارید کباب ترش میخورید ما رو باید یاد بیارید، چون که ما سر سفرمون همه تون رو یاد میارید، تو ذهن ما هستید همه تون بدون استثناء. اونایی که با ما تو کامنت ها در ارتباط هستن، حتی الان میدونیم این خاطره که گفتیم کیا ممکنه داشته باشن. آره اگه هم تا همین امروز توی کامنت ها با ما در ارتباط نبودید، با آغوش باز از ارتباط با شما استقبال میکنم. من عاشق کامنت های شما هستم. معمولا من و مینا با هم دیگه کامنت ها رو میخونیم و جواب میدیم و خیلی هم از این کار خوشمون میاد و بعد هر ویدیو منتظر کامنت های شما هستیم. برای اونایی هم که تا حالا سابسکرایب نکردید، هنوز عضو کانال نشدید، لطفاً سابسکرایب بکنید، اون علامت زنگوله رو بزنید، روی آل بذارید تا هر ویدیو ما وقتی آپلود میشه بهتون پیشنهاد داده بشه و تو ساعتهای اولش دیده بشه.
و با لایک خودتون کمک کنید به بیشتر دیده شدن ویدیوها. امیدوارم ایام و روزگار خوبی داشته باشید و آرزوهای بزرگتون در دسترستون باشه. گودبای. خداحافظ. خداحافظ. منم خداحافظ. بعضیا میان میگن من این هر جمله ای که میگم، آره هر جمله ای که میگم یه کامنت منفی یادم میاد. خیلی کمه، چون کمه یادم میمونه. بعضیا میگن اوه فارسی را پاس بدارید. چکرتین نکرتین، ما رشتی هم پاس میداریم. شیمی جان قربان بلا میسر.